شوکه کننده و غیر قابل باور از طرف آریانا سعید. آریانا سعید قرار است در عربستان کنسرت برگزار کند. دلیل برگزاری این کنسرت آریانا سعید در عربستان چی بوده است؟ گفتنی های تازه اسیب ساید، مدیر برنامه های کاریش و طراحی لباس های کاملا برهنه آریانا سعید در این کنسرتش کاملا خبر شوکه کننده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان مروج ساخت. علاقه‌مندان و دوستداران خاصی دارد. آریانا سعید هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرده است و اکنون تبدیل به هنرمند بین‌المللی افغان شده است. کنسرت‌های میلیونی دارد. علاقه‌مندان و دوستدارانش از مرز میلیون‌ها نفر عبور کرده است. درآمد خیلی خوبی هم از جریان برگزاری کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید قرار است در کشور عربستان مانند هنرمندان غربی کنسرت برگزار کند و این کنسرت آریانا سعید به درخواست پولدارترین اشخاص برنامه‌ریزی شده است و آریانا سعید قرار است تا یک ماه دیگر کنسرتش را در این کشور برگزار کند که این کار آریانا سعید مورد نقد نظر قرار گرفته است. اما آریانا سعید خوشحال است که کنسرت در این چنین کشور برگزار می کند. این همه در حالی است که آریانا سعید در جریان برگزاری کنسرت‌هایش در کشور کانادا می باشد و بیشتر از 10,000 نفر در هر کنسرت آریانا سعید اشتراک می کند و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. همیشه خواسته است با مردم افغانستان کمک و همدردی کند، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.